اومدم فکتایی رو بگم که با دونستنش کرک و پرت سفید میشه. باور کنید چند ساله بود که فهمیدی ملوان زبل اسفناج نمیخورده، بلکه ماریجوانا میخورده. بله منم تو بچگی اسکل بودم و همش اسفناج میخوردم، بلکه شبیه ملوان بشم. البته اگرم ماریجوانا بکشید هیچ اتفاقی براتون نمیفته. هش میشید عین اسنوپ سگ، پژمرده و نازک، نه مثل این جنابالی. واسه ببینم اصلا مگه ماریجوانا خوردنیه؟ مگه کشیدنی نیست؟ پس چرا ملوان زبل ماریجوانا رو سر میکشی؟ مسخره بازیه چیه؟ این کارتون کلا چرت و پرته. بریم سراغ دانستنی بعدی. چند سالت بود که فهمیدی همه آینه هایی که ما میخریم قبلا استفاده شدن؟ حالا میپرسید چرا؟ چون همه آینه هایی که تولید میشن قبل اینکه از کارخونه بیان بیرون توسط کارشناسا تست و بررسی میشن. میان جلوی آینه عقب جلو میرن تا موج و اعوجاج نداشته باشه که ما رو تو چپک چلاق نشون بده این آینه ها. بریم سراغ دانستنی بعدی. چند سالت بود که فهمیدی تو بوی آتیشو حس نمی‌کنی، فقط بوی چیزایی که میسوزن رو حس می‌کنی؟ خب این دیگه خیلی واضحه. بعدی. میدونستی اگه خوابت نمیبره 1 دقیقه تون پلک زدن میتونه کمک کنه که بخوابی؟ چون پلکت خسته میشه و به مغزت میگه بزن دکمه خوابو دیگه، خسته شده. چند سالت بود که فهمیدی فیل‌ها با اون عظمتی که دارن از زنبور میترسن و اگه زنبوری از دور ببینن میگن الفرار. و در آخر چند سالت بود که فهمیدی سفر طولانی به فضا میتونه دی ان ای تو رو تغییر بده. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه دوستان. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.